یک نگاه دیدم وای مامان و عاشق شدم. اگه عشق اینقدر پس باشه ببخشید خاک بر سر عشق. عشق 6 ماه الی 3 سال بعد از ازدواج شکل میگیره. قبل از ازدواج هیچ عشقی در کار نیست. اول هوسه، بعد نیازه، بعد وابستگیه. عشق اینقدر کلمه‌شو خراب نکن. تمام اساتید روانشناسی غربی دارن اینو میگن، منم نمیگم. یه آقا از خودش در آورد. چون 10 بار سر کله هم بزن. بچه به دنیا بیاد وق بکنه، 2 بار کتک کاری بکنید. 7-10 بارم به قول ما از خونه پرت کنید همدیگه رو بیرون. تمام مسائل جنسی و شهوتی هم تموم بشه. اگه بازم با هم موندید عاشق. یعنی تا 3 سال عشق تشکیل شد نشد میشه تحمل. 30 سال تحمل. اما بذار یه چیز مهم رو به همتون بگم. عشق در نگاه اول مال قصه ها و افسانه هاست. عشق واقعی و موندگار مثل یک دونه کوچیکه که در طول ایام رشد میکنه و میباله. این نهال رو باید با وفاداری و گذشت آبیاری کرد. عشقهای تند و ناگهانی زود پژمرده و سرد میشه، اما عشق راستین روز به روز قوی تر و تنومندتر میشه.